سوال یکم، مومنت ایمپولس. مومنت ایمپولس یکی از بزرگی‌های اساسی است که در دینامیکای جسمی چرخ زننده استفاده داده می‌شود. مومنت ایمپولس به اصطلاح بزرگی پسیودوکتری است. بزرگی پسیودوکتری این بزرگی‌های با وکتوری مانند هستند اما بعضی خصوصیت‌های فرق کننده دارند. خب مومنت ایمپولس با حرف ال اشاره کرده می‌شود، یعنی که بزرگی پسیودوکتری است و به واسطه ضرب وکتوری ایمپولس بر رادیوس وکتور برابر است. خب در اینجا هم ایمپولس هم رادیوس وکتور بزرگی وکتوری میباشن. حاصل ضرب دو بزرگی وکتوری، یعنی که در وکتور نیومنژن میگن به زبان روسی، در ضرب وکتوری برابر است با ال. اگر که مدول نویسیم مدول پی ضرب مدول ار ضرب سینوس کنجی بین و کنجی بین تاثیر کنجی بین ایمپولس و رادیوس وکتور، یعنی که کنجی بین ایمپولس و رادیوس وکتور. و چخیلی که گفتم یک دقیقه، اگر نویسیم پی ضرب ار ضرب پی، ار ضرب پی وقتی که می نویسیم ال مینوسا می شود، یعنی که چخیلی که گفتم خاصیت پسیودوکتور همین است که با عوض شدن جای همان ضرب کننده ها در ضرب وکتوری وقتی که سینوس 180 درجه پیش الفا می شود مینوس سینوس الفا می شود، یعنی که ال مینوسا می شود. یعنی که اگر که ما جای ار وکتور و پی وکتور رو عوض کنیم قیمت‌های اونها مینوسا می شود. برای مثال آوردن ممکن است میتوانیم که بجای پی برای همین اول سیستم کوردینات رو انتخاب نموده بعد می‌آموزیم. برای مثال ما میتونیم که در بجای فرمول ایمپولس ضرب و کنیم ضرب بخشش ضرب ماسا کنیم. یعنی که ار ضرب و ضرب ماسا، برای که ام ضرب و خود ایمپولس می‌دهد. خب خیلی که گفتم مومنت ایمپولس این بزرگی که اساساً در دینامیکای جسمی چرخ زننده استفاده داده می‌شود و اون به واسطه ضرب وکتوری ایمپولسی که با یگان اما جسمی سخت تاثیر می‌کند بر رادیوس وکتوری که جسمی سخت رو x یگان توشکای مرکزی ماسش رو گیریم. اگر یعنی که نقطه مرکزی ماسش رو رادیوس وکتوری اون اگر که یگان r سنتر ماس باشه اگر ما میتونیم که r سنتر ماس رو با تشکیل کننده ها جدا کنیم، یعنی که r سنتر ماس وکتور برابر x سنتر ماس ضرب یدینشنی وکتور x سنتر ماس پلس y ضرب یدینشنی وکتور y پلس پیش z ضرب یدینشنی وکتور z وکتور. و اگر که با کوادرات گیریم با مدل آزاد کنیم اگر فرم r سنتر ماس برابر x کوادرات پلس y کوادرات پلس z کوادرات میشود. برای که در وقتی که دو یدینشنی وکتور یعنی که وقتی که دو وکتوری واحدی به یکدیگر ضرب میشوند دو وکتوری واحدی یک خیله اگر به یکدیگر ضرب شوند اگر مدل ها ضرب اونها به یک برابر میشود. برای که مدل همه وکتورهای واحدی به یک برابر است وقتی که دو وکتوری واحدی به یکدیگر ضرب میشوند سینوس کنج اونها به 0 برابر است، تو است کوسینوس کنج اونها به 0 برابر میشود، یعنی که ضرب اسکالاری است. برای مثال x اگر وکتور ضرب اسکالاری ضرب x وکتور شود اگر ما فقط با یک اصول می‌نامیم برای که مدل اونها برابر یک است و سینوس کنج تو است کوسینوس کنج 0 گراد هم به یک برابر است. اما وقتی که دلخواه وکتورهای واحدی غیر یک خیله یعنی که x ضرب y یا که k ضرب z اگر x این رو بسیارتر با حرفای خوب فهمو ای و k میشود میکنم. مومنت ایمپولس رو با واسطه وکتوری صورت کنجی ifade کنیم چطور میشه؟ با وکتوری صورت کنجی اگر ifade کنیم اگر مومنت ایمپولس ای ضرب امگا میشود. برای که ای این آنالوگی ماسا در وکتوری مومنت ایمپولس اگر وکتوری چی گفتید؟ وکتوری مومنت ایمپولس اگر وکتوری مومنت ایمپولس رو ایزر به امگا برای که این آنالوگ ماسا در دینامیک حرکت چرخ زننده است و امگا این اگر آنالوگ رو نویسیم اگر ال این آنالوگ پی است اما فرقیت اونها در این است که پی این وکتور است و ال پسیودوکتور است. خاصیت پسیودوکتور همین است که در هنگام برای مثال فرمول پی ام ضرب و است، یعنی که یک بزرگی اسکالاری با بزرگی وکتوری. انا در فرمول ال ما دو بزرگی وکتوری داریم که ما کنج بین هر دو اونها رو به نظر گرفتیم در کار است. در پی ما فقط کنج بین ایمپولس و سرعت رو به نظر وابستگی
وابستگی بین سرعت خطی و کنجی رو نویسی در شکل ویکتور. وابستگی بین سرعت خطی و کنجی رو ما میدونیم که L این لیمیت دلتا T استریمی 600 کنولیو دلتا S تقسیمی دلتا T است. ما میتونیم که دلتا S رو با وکتور نویسیم و این البته که با چی برابر است؟ ما میتونیم که دلتا S دلتا T استریمی 600 کنولیو وقتی که یگان جسم یگان کنج خود حرکت میکند یعنی که ما میتونیم دفی گیریم و R کنجی که مسافه که اون تعیین میکند دلتا S برابر R ضربی دلتا فی است. ما میتونیم که همین رو آورده به همینجا مونیم یعنی که حاصل میشود لیمیت دلتا T استریمی 600 کنولیو به جای دلتا S ما R ضربی دلتا فی R وکتور ضرب دلتا فی تقسیم دلتا T رو می‌بینید. دلتا فی وکتور تقسیم دلتا T. دلتا فی هم پسیدو وکتور است. شاگرد عزیز با سوال دوم میگذاریم. تشکر. ضربی اومگا وکتور. رحمت. خب ایندوکسیون الکترومغناطیسی تجربه های فارادی، قانون فارادی، قاعده لینز. ایندوکسیون الکترومغناطیسی وقتی که مایکل فارادی سال 1840 اگر خطا نکنم مایکل فارادی خود در یک اویله گویم که کمبغال به دنیا آمده بود و وقتی که او در نتیجه تجربه سرشمرد معین نمود که هنگامی ماگنیت رو به داخل یگان کاتوشка یعنی که غلطک در آوردن переменные магнитные поля создают вихровое электрическое поле вокруг себя. То есть переменное электрическое поле, это переменное магнитное поле создает вихровое электрическое поле вокруг себя. در اینجور وکتور شدیدیت همچون کساتل یعنی که کساتل رسانده به همون وقتی چی کاتوشka حرکت میکنه. خب قانون ایندوکسیون الکترومغناطیسی میگوید که در یعنی که ما در اینجا پنیته EDS پنیته چی رو وارد میکنیم قوه الکتروحرکت دهنده ایندوکسیون الکترومغناطیسی یعنی که ES برابر مینوس دلتا فی تقسیم دلتا تی دلتا تی تو است دلتا یعنی که اگر که با لیمیت گیریم اگر لیمیت مینوسش دلتا ت стремящийся 600 к нулю дельта ф تقسیم دلتا ت که این производный میتونیم بگیم که производный سری поток магнитного поля میباشد. خب این سما ایندوکسیا است و خودی ایندوکسیا الکترومغناطیسی این حادثه با وجود آوردن переменный магнитный поля то есть میدان مغناطیسی تغییر یابنده در اطراف خود میدان الکتریکی ویخروی. رحمت. سوال سوم خودنوشایی روشنایی کنج بریوستر قانون مالیوس. در آخری عصر 19 کشف گردید که روشنایی اگر که پرینسیپی گذاشتن از اپتیکای گیومتری به اپتیکای волновой به اپتیکای موجی میخواستی اگر یامدا стремиться к над ноль ما میتونیم که روشنایی رو همچون چی قبول کنیم همچون یک پوچوک سویتا так همچون یک پوچوک بعد انیخ گردید که روشنایی رو قطنو کردن ممکن است توسط پولاریزاتور چیست؟ خب این مودای است که روشنایی رو میتواند که با چی جدا کند اگر یگان منبع источники روشنایی хаотично направлено бошад агар یعنی که پوچوکی свет رو хаотично направить کرده باشد допустим خو вектор ی باشد خو вектор به فرق ندارد برای که روشنایی همچون موج الکترومغناطیسی هم دارای موج ی هم دارای موج ب می باشد برای که اگر خطا نکنم ماکسول مدل موجی موج الکترومغناطیسی وقتی رو که کشف میکرد هم برای اش می نویسد و هم برای میو میو 0 اپسیلون 0 ضربی اش دو точка. این در اینجا оператор набла در квадрат این оператор лапласиан است. من میتونم сразу با оператор даламбертиан نویسم. оператор даламбертиан просто ضربی اش برابر 0. оператор даламбертиан оператор لاپلاس минус 1 تقسیم v کвадрат d کвадрат تقسیم dt کвадрат میشه. با فکرم که اون از تема درست. خب پولاریزاسیا همیشه явление است که وقتی که ما پولاریزاتور رو پیش از یگان منبع روشنایی میگذاریم روشنایی رو میتواند که قطنو کند. قطنو کردن چی معنی دارد؟ میتواند که روشنایی رو توقع به یک направление направить کند. اگر که بعدتر معلوم گردید که هنگامی به یگان کنج تغییر یافتن پولاریزاتور انیق می شود که ی برابر ی 0 کوسینوس الفا است.
یه برابر یه نول کوسینوس الفا چه که ما میدونیم این اینتنسیویت با وکتوری با کوادراتی یه متناسبی راسته است. یعنی که ما میتونیم نوشتن که اگر هر دو طرف رو با کوادرات برداریم یه نول کوادرات کوسینوس کوادرات الفا در اینجا کنجی گویم که اگر موضوع این شکل نویسم بهتر اگر که پولاریزاتور رو با یگان کنج با یگان کنج الفا تغییر دهیم اگر خب نپراژانس تست اما بزرگی که موجهای الکترومغناطیسی توی موجهای روشنایی رو خاراکتریزovat میکنه گفتم که با کوادراتی اون با اینتنسیویت متناسبی راسته است. پس من میتونم که پروستو در اینجا ای برابر ای نول کوسینوس کوادرات الفا نویسم که این قانونی مایوس همه باشد. خب بعد از پولاریزاتور معمولا انالیزاتور تست بعد از پولاریزاتور کیفویا